با سلام، در این ویدیوی آموزشی قصد داریم نرم افزار کمتازیا رو برای شما نصب کنیم. ابتدا وارد پوشه نصب کمتازیا میشیم. بر روی فایل ستاپ با پسوند اگزه دوبار کلیک میکنیم. در پنجره باز شده از این لیست زبان نصب رو انتخاب میکنیم. من در اینجا زبان انگلیس رو انتخاب میکنم. بر روی اوکی کلیک میکنیم. در پنجره باز شده گزینه I accept رو علامت دار میکنیم و بر روی دکمه اینستال کلیک میکنیم. منتظر میمونیم تا عملیات نصب به پایان برسه. پس از اینکه نصب تموم شد بر روی دکمه فینیش کلیک میکنیم. چنانچه بعد از نصب برنامه کمتازیا اجرا شد، این گزینه رو انتخاب کنید و بر روی دکمه سابمیت کلیک کنید. در پنجره باز شده گزینه کویت رو انتخاب کنید تا برنامه بسته بشه. دوباره به پوشه حاوی فایل های نصب برمیگردیم. این بار پوشه کرک رو باز میکنیم. برای فعالسازی نرم افزار فایل هایی که در این پوشه وجود دارن رو انتخاب میکنیم. سپس کلیک راست میکنیم و بر روی گزینه کپی کلیک میکنیم. این پنجره رو مینیمایز میکنیم. بر روی آیکون کمتازیا که بر روی دسکتاپ قرار گرفته کلیک راست میکنیم و گزینه Open File Location رو انتخاب میکنیم. مسیر نصب کمتازیا باز میشه. کلیک راست میکنیم و پیست رو انتخاب میکنیم. در پنجره باز شده گزینه Replace رو انتخاب میکنیم و بر روی دکمه Continue کلیک میکنیم. خب به این ترتیب برنامه کمتازیا فعال میشه. دوباره به پوشه نصب برگردید و بر روی این فایل کلیک راست کنید و گزینه Run as Administrator رو انتخاب کنید. حالا میتونید برنامه کمتازیا رو با دوبار کلیک کردن اجرا کنید. برای ایجاد کردن فایل جدید بر روی New Project کلیک کنید. به این ترتیب میتونید وارد محیط نرم افزار کمتازیا بشید و از امکانات اون استفاده کنید.